ملودی بیاک. پنجه های جادویی پهلوان رسول بخش در نوازش و نواختن سروز جهانی خلق می کند، سرشار از عشق و آفتاب آینه. آوایی شورانگیز چونان زلال رودخانه عاشق سرباز به سوی دشت‌های بهشتی با هوکلات و دشتیاری. فریاد عاشق با قاصد نسیم کوه بیرگ و آهوران برای معشوق که بیا هر کجا هستی، بیا هر زمان خواستی، بیا. که ناگهان یک ملودی شاد و مفرح در دستگاه موسیقیای بیاک شکل می‌گیرد. بیاک به معنای طلب و فراخوانی است، آنگونه که به فریادی بلند یار را از راهی بس دور و طولانی بخوانی و بگویی که بیا ببرم ای نازنین. این ملودی برای نخستین بار توسط رمی عاشق، این صیاد دریادل، اجرا شده است. رمی خواننده خوش‌الحان بوده که هنگام خواندن نوازنده چیر دست سروز، پدر بزرگ مادری رسول بخش زنگشاهی، پهلوان پیر بخش زنگشاهی او را همراهی کرده است. رمی قبل از فیض محمد دگارزهی این خنیاگر چیر دست و خواننده نامی بلوچستان بزرگ روزگار می‌گذراند و به قولی استاد فیض محمد بوده است.